شد که ارزش عمومی لایحه رشد نقلیات جمعیتی ولایت ختلان 9.2 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با تطبیق لایحه و صحبت با مسئولین جهت عملی سازی هدفمندانه آن و استفاده مقصدناک واسطه‌های نقلیات خریداری شده دستور و سفارش‌های مشخص داده‌های صرف شده 2 عدد واسطه نقلیاتی مسافرکشانی تمغه AKL 9 با مقصد رشد ساحه توریسم داخلی و خارجی خریداری گردید که در نتیجه تعداد اتوبوس‌های نو زمانوی در کارخانه به 41 عدد رسانیده شد. این تدبیر امکانیت می‌دهد که خط‌سیرهای بین شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان، شهر دوشنبه، ولایت سوخت و شهرهای گوناگون جمهوری ازبکستان به راه مانده شوند. اتوبوس‌های نو از لحاظ سرعت، وزن کم و کوتاه بودن برای فعالیت در کوچه‌های شهر بین‌روند در تنظیم حرکت واسطه‌های نقلیات جمعیتی و آسان و ساده گردیدن رفت و آمد ساکنان و مهمانان به شهر و ناحیه‌های اطراف مساعدتی فعال خواهد کرد. از شماره عمومی 41 واسطه نقلیاتی به کارخانه وارد گردیده 11 عدد اتوبوس در خط سیر باختر کوشانیان وحش فعالیت را آغاز نموده است. همه روزه در این خط سیر از 3.5 تا 4,000 مسافر از خدمت رسانی با صفت اتوبوس ها استفاده میبرند. تصمیم مذکور باعث خوشحالی و فرحمندی ساکنان شهر باختر و ناحیه‌های با تشبوس پرزیدنت محترم پیشوای ملت امامعلی رحمان با کارخانه واحد دولتی باختر نقلیات خدمت رسان خب اتوبوس هایی که زمانوی که با طلبات زمانوی جوابگو است البته تامین شدند و از آن جمله پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همین جا با مسئولان دستور دادند که قبل از همه توسط اتوبوس های خوشتر و زمانوی استحصال وطنی سطح خدمت رسانی به اهالی را بالا برداشته با فعال کردن خط سیرهای نو به دیگر منطقه های جمهوری انتقال بی خطر مسافران را تامین